من نظارت کرده ایستادم، طلب میکنم. من فکر میکنم این تاجیکستان نه یک بار و دو بار ما انتخابات گذراندیم. مرحمت. کمبودی در کجای باشد؟ هست ارگان های صلاحیت‌دار کمبودی را برطرف سازند. دیگه هیچگاه خیانت کردن در کار نیست. تکیه به همین ملت کنید، تکیه به همین سرزمین اجدادی کنید. جای نماز که پرتافتین نماز خواندین رو به قبله، فاتحه را در حق همین ملت همین سرزمین کنید. شما دیگر نگیرید. در یگان دولت دیگر ما شما را انتظار نیستند. آنهایی که سال جنگ شهروندی فراری بودند بدانند، شهد غریبی را چشیدند. من این را آگاه کرده ایستادم. دولت آماده است. وظیفه دولت تامین کردن امنیت، ترتیبات جمعیتی. من باوری کامل دارم مردم ما علاقه سطحی معرفتی و حقوقش خیلی پیشرفته است. همه حزب و سازمان هایی که هست خیلی جوان هستیم. ما خیلی جوان هستیم. اکنون تشکل یافته ایستادیم. در دنیا حزبایی هست که قریب 100-200 سال فعالیت میکنند، بعضا کمبودیا صادر بود. ما همگی 10 سال نشده است، 15 سال نشده است، 5 سال نشده است. بیکمونی نیستیم. با احساسات داده شدن در کار نیست. با امید خواجه‌های خارجی نشوید که در همان بالای علاب بنزین و کراسین میره ریخته، یکم از همین وطن گرفته میرود. ما شما باید میمانیم. رسما آگاه کرده ایستیم. ما چه شدیم همش؟ همه مسئولیت را داشتیم.